شما از تاجیکستان میبینین لایو؟ بله بله بانو. سلام و درود از تاجیکستان. تشکر. سلام ما را برای تاجیکستان عزیز بگوین. من پلان داشتم که امسال به تاجیکستان برم بر تفریح. اگر شرایط خوب بود، اگر شرایط خوب شده بود، با جان و دل قبول میکنیم شما را. تشکر. مهمانداریتون میکنیم. تشکر. قسمی که من فارسی صحبت میکنم شما کاملا متوجه میشین؟ بانو عزیز، شما اگر متوجه شده باشین ما و شما با یک زبان صحبت داریم. شما مطمئن شدین ما و شما عیناً با یک زبان صحبت داریم. همین یک محفلی همین زبان است. اوکی. بسیار خوشحال هستیم که شما عزیزان و همزبانان لایو میبینین و شیر کنین لطفاً که ما زیادتر از دوستان داشته باشیم از تاجیکستان. بانو سارا، ما مردمای تاجیکستان اصلا دوستای آواز شما هستیم. اوه تشکر عزیز مهربان، تشکر. ما هم بسیار شنیدیم در مورد تاجیکستان که بسیار زیاد مهمان دوست هستن، مردم دوست هستن، محبت میکنن. وقتی که آدم در مملکتشون میباشه طرفشون که میبینه که چقدر محبت میکنه زیر تاثیر میاد چقدر انسانای مهربان هستن. انشالله که یک وقت آرامی شده که من امسال میخواستم برم و نیفتم که آرامی میباشه. بانو سارا عزیز بخشش باشه، ما ماه سپتامبر انشاءالله 35 سالگی تاریخ نوترین وطن خود تجلیل میکنیم. با احترام شما را دعوت میکنیم بیاین شکوه وطن ما را ببینیم که وطن شما هست. تشکر عزیز مهربان، تشکر. امکاناتش باشه، جنگ نباشه، جنگی که شروع شده ادامه نداشته باشه، من زیاد خوشحال میباشم. دعا میکنیم مردم تاجیکستان که در نمازهای خود که خداوند دشمنای مردم افغانستان، خداوند دشمنای مردم ایران خار و زبان میسازه. آمین. الله اکبر. آمین.